سلام بینندگان عزیز، امروز سه‌شنبه 8 اکتبر است و ساعت به وقت شهر پراگ رسید 10. حالا فرصت اعلان سرخط موضوعی برنامه خبری امروز فرا رسید. تفصیلات این و گزارش‌های دیگر را در برنامه اخبار آزادی ساعت رس و یک در پخش مستقیم و هم ثبت آن را در صفحه آزادی ویدیو می توانید تماشا کنید. همه با پختچینی اختیاری و یا اجباری. در برنامه امروز از شروع موسم پختچینی در تاجیکستان خواهیم گفت. دقیق ترش درباره سفربر شدن مکتب بچه ها و آموزگاران مکتب ها در ناحیه کانی بادام با پختچینی. مقامات ناحیه میگویند آنها اختیاری به پختچینی رفتند، ولی والدان مکتب بچه ها میگویند فرزندانشان را مجبور میبرند. این گفتمان ها در حالی است که در تاجیکستان که پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی به حساب می رود، استفاده مهنت کودکان در جمع آوری آن با فرمان الهیده رئیس جمهور و وزارت معارف منع شده است. تفصیلات موضوع در برنامه اخبار. کانی یک جلوه در قهر خود چی دارد و چرا تاجیکستان آن را به چینایی ها داد؟ رادیو آزادی متن سازشنامه تاجیکستان با شرکت چینی را دسترس کرد. در برنامه اخبار که 3 ساعت بعد پخش می شود، تفصیلات این سند بحث برانگیز و ترکیب خاکی یک جلوه در مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان را به شما آشکار خواهیم کرد. یادآور میشم که هفته گذشته وکیلان تاجیک اجازه دادند که کانی نقره یک جلوه در اختیار شرکتی چینی قرار گیرد. این تصمیم در جامعه تاجیکستان سر و صدای زیاده برانگیخته بود. دو کلین یک خاندان در دوشنبه میگویند از سوی کارمندان سابق وزارت امور داخلی تاجیکستان مورد شکنجه قرار گرفتند و حالا برای جزای سزاوار گرفتنشان تلاش دارند. دادگاه شهر دوشنبه روز 8 اکتبر با محاکمه 4 میلیسه تاجیک آغاز کرد که با شکنجه بازداشت شده متهمند. بر ضد آنها 17 نفر شکایت کردند، ولی وکیلان ماموران میلیسه همه گونه شکنجه شدنی بازداشت شده ها را رد میکنند. صحبت زنان را درباره شکنجه شدنشان میتوانید در برنامه خبری تماشا کنید. راههای دهه گلستان را در فرخار بازسازی و دهه را آبیاری میکنند. چنین وعده بعد گزارش رادیوی آزادی به ساکنان دهه داده شد که چند سال باز شکایتشان از سوی مقامات بی توجه میماند. اما با این هم بعضی از ساکنان میگویند تا این گفته ها در عمل اجرا نشود به وعده مقامات اعتماد ندارند. در دهه گلستان 3 خانواده زندگی میکنند. آنها قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که به آبی دهه آنها را به خارستان تبدیل داده است و زراعتشان پیوسته خشک می شود. پیروزی جودوچیان تاجیک در قرقیزستان. ورزشگران جوان تاجیک در جام آسیا 6 مدال به دست آوردند. سبقت از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان آتای ولایت استقلال قرقیزستان برگزار شد و در آن بیش از 250 ورزشگر از 8 کشور شرکت کردند. آنها برای 32 مجموعه مدال ها میان نورسان و نوجوانان مبارزه بردند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 11 نفر داخل بود. ورزشگران تاجیک در سبقت نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنج گرفتند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم و اگر در این فاصله وقت حادثه و یا رویداد دیگر با وقوع پیوست، حتما شما را در برنامه اخبار با آن آشنا می‌سازیم. تا کمتر از 3 ساعت ما را در پخش زنده در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم صحیفه های رادیو آزادی در فیسبوک ادنا کلاسیکی همراهی کنید.